سلام دوستای عزیز، امید جور سعادتمند باشین. با ادامه ویدیویی که دیروز من انداخته بودم وایرال شد، زیاد از کامنت ها اینا دادن. من این ویدیو را گرفته بودم، گفتم باید در تیک تاک پست کنم با که بعضی از افغانای ما میخواین در این رستوران برن ببینن ویدیو را که اصلا در این رستوران نره. بامیان رستوران در شهر دوسلدورف دیروز روز اولشون بود، بوفه داشتن، بسیار وعده‌های چرب، بسیار اعلانات. اینا فکر کردیم چقدر غذای خوشمزه داشته باشن، چقدر یک رستوران عالی باشه، مثل بعضی رستوران هایی که واقعا عالی است از افغانای ما. مثلا در دوسلدورف دیگر رستوران هست، در شهر اسن است، پامیر رستوران، در کلن بعضی رستوران ها هست. ما فکر کردیم میام شاید تمور رقم باشه. وقتی رفتیم 2 بجه گفته بودن که بوفه شروع میشه، متاسفانه 1 ساعت اول وقت مردم اجازه دادن، پول گرفتن، مردم در بیرون منتظر موندن. وقتی داخل رفتیم بر ما ظرفا یک بار مصرف دادن. فکر کنم در کدام خیرات خبر باشی یا در کدام ختم که خیرات برات بتن. غذا مفت نه. داخل رفتیم فقط قابلی یک رقم برنج دیگه شوریدگی 2 پیازه بود، پیاز بود، گوشت درک نداشت. خودتون در تصویر میبینی. پرسونالشان به اندازه بد اخلاق، به اندازه یعنی اصلا اخلاق تحت صفر، غذایشون تحت صفر. اصلا در این رستوران نره. باور کنین از رستوران افغان دلم بد شد. غذایشون خودتون میبینین.